افسانه مرغ، مرغابی و موش. بود نبود مرغ و مرغابی و موش بود. مرغ و موش و مرغابی همراه زندگانی می کردند. مرغ روز این طرف و آن طرف رفته کمک گندم یافت و خرسند شده قدقد کنان به نزد همراهانش آمد. گندم یافتم، ارد کردن در کار، کی به آسیاب میبرد؟ من نمیبرم، غوغا کرد مرغابی. من هم نمیبرم، گفت موش. مرغ خودش گندم را به آسیاب برده ارد کرد. اکنون ارد را کی به خانه میبرد؟ بولهایش را افشانده گفت مرغ. من نمیبرم، تنبلی کرد مرغابی. من هم نمیبرم، عیاری کرد موش. مرغ ناعلاج ماند و خودش ارد را به خانه آورد. کی خمیر میکند؟ باز پرسید مرغ. من نمیکنم، یک روی کرد مرغابی. من هم نمیکنم، همیازه کشید موش. مرغ ناعلاج ارد را خمیر کرد. که هیزم میشکند، که تنور را میتفساند. التماس کرد مرغ. من هیزم نمیشکنم، غوغا کرد مرغابی. من تنور را نمیتفسانم. خود را به خواب زد موش. مرغ علو کرد و تنور را تفساند. کی نان را به تنور میچسباند؟ پرسید مرغ. من نمیچسبانم، میترسم، گفت مرغابی. من هم نمیچسبانم، گفت موش. مرغ نان را به تنور چسباند. نانی سرخ سرخی گرمک و با مزه را کنده بر روی دسترخوان پهن کرده پرسید. کی نان میخورد؟ من میخورم، خوشحال شد مرغابی. من هم میخورم، گفت موش و به دسترخوان نزدیک شد. نه، شما نان نمیخورید، برای آنکه در این کار حصه نگذاشته. رو آورد به آنها مرغ و همراهان کارگریزش را به سر دسترخوان راه نداد.